إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادرای عزیز و نهایت گرامی، هفته گذشته ما و شما صحبت کردیم که انسان در روی زمین نائب و یا هم خلیفه ذات الله جل جلاله هست. برادرای گرامی، زمین ظرف هست، مظروفش نظام خلافت یا قدرت مداری یا قیادت و حکومت مسلمان هست. ما شما یک مثال بسیار ساده و بسیط دادیم. گفتیم که گلاس ظرف هست، آب در بین گلاس مظروف هست. وقتی زمین ظرف شد و نظام حاکمیت مظروف شد، این حاکمیت باید حق باشه و این حاکمیت و خلافت انسان چون در روی زمین نائب و نماینده خداست ای را تشکیل میکنه. ولی اگر انسان در روی زمین مکلفیت و رسالت خدا نشناخت، مظروف زمین یا حاکمیت زمین برادر حاکمیت باطل میشه. به این خاطر خداوند جل جلاله سلسله انبیاء علیهم السلام جاری ساخت. اولین تکلیف نبی و پیامبر ای بود که بر مردم خالق، مالک و مهندس واقعی تمام نظام کائنات و مخلوقات معرفی میکرد. وقتی مردم با ذات پروردگار معرفی میشدن و با ذات الله جل جلاله تعلقش قائم میشد، دومین مکلفیت نبی و پیامبر ای بود که برای مردم قانون خدا را بیاره، شریعت خدا را بیاره تا در روشنی شریعت الهی ابعاد زندگی بشریت تنظیم شود و تا بالاخره در روی زمین امن و سکون و عزت و اطمینان و رفاهیت تأمین شود. عنوان درس ما و شما جنگ فکری بود و ما و شما گفتیم هیچ نبی و پیامبر ظهور نکرد ولی در مقابل جنگ فکری قرار گرفت. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ نبی و پیامبر ظهور نکرد و به دعوت شروع نکرد مگر ای که مورد استهزاء قرار گرفت. استهزاء یعنی چی؟ دعوت نبی و پیامبر بیکار ثابت کردن، نبی و پیامبر در انظار عامه به اعتماد معرفی کردن
تا سر رسالت نبی و پیامبر کس باور و اعتماد نکنه. استغفر الله. ما و شما راجع به دعوت موسی علیه السلام و در مقابلش چطور فرعون تبارز کرد، به هر صورت راجع به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم. تا عمر 40 سالگی را پیامبر خدا زندگی لازمی داشت، به خاطر خود زندگی میکرد، به رسالت و پیامبری مبعوث نبود. به مو خاطر پیامبر خدا در جامعه به امین، صادق، مصدوق مشهور بود. ولی در اولین روزه که با اساس حکم خدا دعوت و رسالت شروع کرد، از طرف مشرکین مقیم مکه در مقابل جنگ فکری واقع شد. باز او امین ناامین شد، او صادق کاذب شد، بالاخره کاهن و ساحر شد. به هر صورت ما و شما سر دوره خلفای راشدین صحبت کردیم. پیش از این که جسم اطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفن شود، جنگ سرد یا جنگ تبلیغاتی یهود و نصارا شروع شد و نتیجهش ای بود که اقوام و قبایل مرتد شدند. بعضا مرتد فکری و بخش هم مرتد حکمی صرف از زکات انکار کردند. خب در دوران حضرت عمر رضی الله عنه اسلام پیش رفت و شما تاریخ مطالعه کردین که تمام مناطق آباد دنیا را دو امپراتوری سرش حاکمیت میکرد که او امپراتوری فارس و روم شرقی بود و خداوند جل جلاله در دوران خلافت حضرت عمر صاحب هر دویش نیست و نابود ساخت. طبعا رومی ها و فارسی ها بیکار نماندن، اونها غلامای حلقه به گوش را تربیت کردند که بالاخره منجر به شهادت حضرت عمر رضی الله عنه شد. در دوران خلافت حضرت عثمان صاحب فتنه سبایه را سرش صحبت کردیم که آنقدر این فتنه اوج گرفت که بالاخره در نتیجه حضرت عثمان صاحب و حضرت علی کرم الله وجهه به شهادت رسید. ولی امت بیدار بود، امت هوشیار بود، امت رسالت عالمی و جهانی خود درک کرده بود. بالاخره مسلمان ها پیام اسلام به غرب یا به اروپا رساندن. ما شما در درس گذشته راجع به مدنیت اسلامی صحبت کردیم، زیاد تکرارش نمی کنم. به هر صورت خلاص به خاطر او برادرایی که در هفته گذشته تشریف نداشتن، وقت مسلمان ها پیام به اروپا رساندن، مردم اروپا در تاریکی و در جاهلیت غرق بود. صرف دو دستاورد داشت، یک دستاوردش هنر نقاشی بود و دستاورد دیگهش زبان لاتینی بود. او هم منحصر به پاپ های کلیسا بود. به مجرد که مسلمان ها دعوت اسلام به اروپا رساند، اولین حرکت را که ایجاد کرد حرکت ترجمه بود. آثار فلاسفه یونان، آثار علمای عرب بالاخره به انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه شد. دومین کار مسلمان ها احیای مکاتب و مدارس بود. بالاخره این مکاتب و مدارس با پوهنتون ها ارتقا کرد. 8 قرن مکمل برادر، 800 سال مسلمان ها و مردم اروپا از یک پوهنتون فارغ شدند و ما شما خواندیم که مفردات درسیش از طرف مسلمان ها تالیف شده بود و استادایشان همه مسلمان بودند. شما نام ابن خلدون شنیدین، نام امام قرطبی را شنیدین، نام ابن حیثم شنیدین، همشان اهل اروپا بودند. کلولای سفید کیسته اونجا خاک میپرده و بار نکن. خب برادرای عزیز،
ما و شما یادآور شدیم که در او روزگار مسلمان ها دو کتابخانه داشت. یکی بیت الحکمه که حاوی 4 میلیون اثر بکر بود و سالانه 70,000 اثر بکر سر از او علاوه می شد، و کتابخانه دیگه در قرطبه بود که به میلیون ها جلد کتاب داشت. اولین رئیس جمهور امریکا واشنگتن چی میگه؟ مبارک با دست نبی کریم صلی الله علیه و سلم که با دست مبارک خود اولین خشت مدنیت مادی و معنوی را گذاشت و جمله خود بالاخره تکمیل میکنه که مسلمان ها مردم اروپا را بیدار ساخت، ولی با تاسف که بعد از 13 قرن خودشان به خواب عمیق فرو رفتند. برادرای گرامی، مجموعاً مسلمان ها 13 قرن بالای مناطق آباد جهان خلافت داشت و ما و شما گفتیم که 95% خاک اتحاد شوروی دیروز تحت قیادت مسلمان ها بود و 2 قرن مسلسل مردم مسکو بر خلافت ترکیه عثمانیه به کلی خم جزیه انداخت. برادرای گرامی، تا وقتی که مسلمان تعلقش با ذات پروردگار قائم بود و مسلمان متعهد بود و اسلام بسیار زیبا تمثیل میکرد، مسلمان سردار تمام جهانیان بود. سیادت، عظمت، حکومت از آن مسلمان بود. ولی موقعی که برای مسلمان ها خواهشات و حکومت هدف قرار گرفت، آهسته آهسته پایه های خلافت منهدم شد. برادرای عزیز و نهایت گرامی، هفته گذشته ما شما درس تامیجا خواندیم. درس امروزی ما شما راجع به یهود هست، اصلیت یهود. یهود قومی است که در تمام جهان منتشر بودند و غالبا در سال 1897 اولین شورایش در شهر بال کشور سوئیس دایر شد و 2 نفر به نام هرتزل و قرسو، هرتزل که رئیس سازمان جهانی یهود بود و قرسو هم یکی از وکلای مدافع یهود بود، اونا در شهر پاریس بالاخره مجلس و شورا را دایر کردن به این نیت که ما چطور بتانیم که یهودی های منتشر جهان در یک نقطه جمع بکنیم. بالاخره اونا فیصله کردن که ما باید به سرزمین اصلی که عبارت از میاد یا کوی اورشلیم هست که حضرت سلیمان علیه السلام در اوجا مسجد را آباد کرده بود و اینها فیصله کردن که قیادت یهودی در امی مسجد تشکیل می و باید ما سیادت بالای تمام جهان حاصل بکنیم. به هر صورت برادرای عزیز و گرامی، این چی موقع هست؟ این موقع است که مرکز خلافت اسلامبول هست. امی که امروز ما شما استانبول میگیم، استعمار این کلمه را هم تحریف کرد و شما میفهمین که در این وقت امیر مسلمان ها یا امیر المؤمنین کی هست؟ عبدالحمید پادشاه، کسی که در تمام جهان مفتی درجه دوم هست. اولین مفتی تمام جهان اسلام منیب هاشم و دومین مفتی جهان عبدالحمید پادشاه. وقت هرتزل و قرسو به دارالخلافه میه و موقع پیدا میکنه که امرای امیر المؤمنین ملاقات بکنه و بالاخره موضوع را برش پیشنهاد میکنه. در اولین مقدمه 4 امتیاز برش پیش میکنه. ای امیر مسلمان ها، ما برای شما 1.5 میلیون دینار که واحد پولی وقت است و از اهمیت بسزای برخوردار بود، این را صرف ما به شما به عنوان رشوه میتیم. 2
ما تمام قرضه های خلافت ادا می کنیم. 3. برای شما کشتی های جنگی می سازیم که از مرزهای مسلمان ها در سواحل دفاع بکنه. 4. ما از سیاست شما در جهان غرب دفاع می کنیم. عبدالحمید پاشا بسیار سراسیمه میشه و برش میگه که فرو بردن کار در قلب بسیار گوارا هست نسبت به ای که ما امتیازات از شما بگیرم. میفهمین ای مردهای خبیث که ما فلسطین با قیمت خون صلاح الدین ایوبی خریدیم و شما میخواین که بالاخره از ما اجازه بگیرین که ما برای شما در فلسطین یک قریه را تسلیم کنم؟ ابدا. لطفا از اتاق ما براین. اونها نهایت توهین میشن و دارالخلافه را برادر به نیت ایتالیا ترک میکنه. بالاخره از ایتالیا برش یک اخطار روان میکنه که ای سلطان عبدالحمید ما یک قریه را در فلسطین به قیمت بسیار گزاف از تو می خریدیم ولی تو برای ما ای را مفت تسلیم کردی. خب برادرای عزیز، شما خو یهود میشناسین. یهود بسیار قوم خبیث دنیا هست. اصلا کتاب یهود تورات هست. طبعا شما میفهمین که او منسوخ شده ولی یهودی ها کتاب منسوخ تورات هم تحریف کردن و سرزو یک شرح نشته کردن به نام تلمود. یهود قومی هست که خود سردار تمام جهانیان معرفی بالاخره به جنگ گرم تبدیل شد. شما میفهمین اولین فیر گلوله توسط محمود شوکت بالاخره به قلب امارت میخوره. او خلافت که تمام تاریکی های دنیا را روشن ساخته بود و در روشنی خلافت نه تنها مسلمان ها در امن و سکون و عزت و رفاهیت زندگی میکردن، حتی یهود و نصارا هم آرام بودن. بالاخره این مناره روشن خلافت منهدم میشه. چی کس روی کار میره؟ مصطفی کمال اتاتورک. مصطفی کمال اتاتورک در تاریخ به نام پدر معرفی نشده، به نام زبیده. زبیده یک زن فاحشی بود که در محافل رقص و پایکوبی بالاخره بر یهود و نصارا شراب توزیع میکرد. یهود سره مصطفی کمال اتاتورک سرمایه‌داری کرد. ظاهرا مصطفی کمال اتاتورک مرد مجاهد معرفی شده بود. در سرزمین فلسطین به تعداد 100,000 سپاهی اسلامی قیادت میکرد و تایی که توسط المبی که یکی از جنرال های انگلیسی بود بالاخره منایش مفاهمه شد. در این جریان 100,000 سرباز مسلمان به انگلیس تحویل داد. به هر صورت سلطان عبدالحمید مصطفی کمال اتاتورک گرفت با رعایت 4 شرط. این معاهده به نام معاهده لوزان که توسط وزیر خارجه انگلیس این معاهده امضا میشه. اولین شمارشی بود که برای مصطفی کمال اتاتورک گفت به شرط ما تو را قائد ترکیه میسازیم که تو نظام خلافت از بین ببری. 2. به خاطر اعاده نظام خلافت هر حرکت که شروع میشه باید در نطفه خنثی شود و تو علیه فرهنگ اسلامی باید نقل و حرکت بکنی و نظام ترکیه را نظام سیکولر معرفی و اعلان بکنی. بالاخره مصطفی کمال اتاتورک بچه زبیده این 4 شماره را امضا میکنه و به حیث قائد تقلبی بالاخره در اسلامبول ظهور میکنه و اولین کارشی بود که نام اسلامبول که مرکز تمام مسلمانای جهان بود این را به نام استانبول تحریف میکنه. خلاص برادرای عزیز که برای شما درد سر نتم، قبلا در دوران خلافت حالات چی رقم بود؟ مسیر مسلمان به طرف راست بود، مسیر یهود و نصارا به طرف چپ بود. زنگ کلیسا در تمام جهان اسلام به صدا
نمی آمد. معمولا صدای آذان شنیده می شد. مسلمان وسیله ترانسپورتیش اسب بود، ولی یهود و نصارا سر مرکب سوار می شد. یهود و نصارا در بخش دفاعی یک نفر به حیث سپاهی معرفی شده نمی تانست، ولی سپاهیان اسلام همیشان مردان مجاهد بودند. زنها در حجاب، ولی موقعی که برادر نظام خلافت سقوط میکنه حالات دگرگون میشه. توسط پلیس های کمال اتاتورک حجاب اثر زن مسلمان بلند میشه، رسم الخط قرآن تبدیل میشه و بالاخره حکم میکنه که اونها قیادت باطل در ترکیه تشکیل میتن، اونا به مسجد رفته نمیتانن. مشهورترین مسجد که به نام صوفیه یاد میشد او بالاخره به موزیم تبدیل شد. به هر صورت نظام سیکولر، هیچ کس بیرون از مسجد برای مردم عوام در چمن و چاره‌ای نماز خوانده نمیتونه، تا ای که یک کشور اسلامی بالاخره به 44 کشور تقسیم شد. این هم برادر یکی از سوژه های جنگ فکری است که این نوجوانای ما در مکتب میخوانه که نفوس فلان کشور 17 میلیون است و این هم حدود 40 است. نه برادر، اسلام مرز نداره، در اسلام هیچ مرز نیست. بالاخره یک حکومت به 44 حکومت و در 44 کشور قیادت های تقلبی بالاخره ظهور کرد، یعنی قیادت های ساختگی، قیادت های مثل شاه شجاع، قیادت های مثل ترکی، قیادت های مثل فیض‌الله امین، قیادت های مثل آقای کرزی، قیادت های مثل جمال عبدالناصر، قیادت های مثل، به هر صورت شما این قاعده تقلبی را در تمام دنیا میشناسید. خب برادر، عالم و شما سر استعمار گپ میزنیم. نظام خلافت سقوط کرد، چهره کثیف استعمار ظاهر شد. استعمار از باب استفعال هست و یکی از خصوصیات باب طلب هست. ببینین این خودی کلمه استعمار هم این کلمه است که برادر بسیار دقیق مانده شده. عرب ها استعمار استدمار میگه. ظاهرا استعمار چی معنی؟ یعنی آبادی. ما شما در مطبوعات خود میبینیم به نام بازسازی، یعنی طلب عمران، طلب آبادی، بازسازی. ولی یقینا استدمار یعنی تخریب یک کشور. استعمار برادر دو هدف داره، یک هدفش سیاسی هست و یک هدفش اقتصادی هست و غالبا 13 وسیله داره. ما شما بعضا در صحبتهای خود گفتیم که مسلمان حیثیت نمو پرنده را داره که هدف پرنده آشیانه هست، ولی توسط حرکت دوبال سرانجام به آشیانه میرسه. مسلمان هدفش ذات الله هست، ولی مسلمان هم دوبال داره، یکیش دین هست و یکیش دنیا هست. هدفش ذات الله هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خطاب ذات پروردگار است به بنده مسلمانش: ای بنده مسلمان، تو با تحمل ایثار و مجاهده سرانجام به من میرسی. استعمار هم هدفش چی هست؟ هدفش قیادت تمام جهان و هدفش انحصار اقتصاد تمام جهان، ولی وسایل است که توسطی وسایل خود به هدف میرسانه. اولین وسیلهش برادر تشکیل قیادت های ساختگی هست. دومین وسیلهش تخریب سنگر عقیدتی مسلمان است. سومین وسیلهش تخریب وحدت مسلمان ها است. چهارمین وسیلهش نظام سیکولر. بالاخره وسایل ما شما خواندیم. خسته خونه شدین برادر؟ من می ششتکایی به در گپ زده نمیتونم. من اجازه بدین که من استاد شم، چون من در پانتون زیادتر در استاد شدن درس خوب القا کرده میتونم. در ششتکایی ما درس نداریم و هیچ تو خط شد. بله صاحب. خوابی درس امروز به می شکل درس آینده انشالله باز ما میخوایم که استاد باشم. تشکر.
ولی پیش از اینکه برادر چهره کثیف استعمار با اهداف وسایلش خدمت شما معرفی بکنم، بین که ما شما سر بعض نکات که در درس گذشته خدمت شما اشاره کردم یک مرتبه باز را تکرار بکنیم. در درس‌های گذشته ما شما گفتیم که رسالت انبیای پیش از نبی علیه السلام محیطی و منطقوی بود. پیامبر صرف به خاطر یک حاکم، نمرود فرعون، پیامبر به خاطر یک قوم، به خاطر شهر، بالاخره به خاطر کشور و جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیامبر جهان. مثل که ما شما در سوره فاتحه اولین آیه اقرار ربوبیت است، الحمد لله رب العالمین، ثنا و صفت شایان او ذات است که او پروردگار تمام جهانیان هست. وقتی که پروردگار تمام جهانیان هست، نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیامبر جهانی است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما تو را به خاطر یک محل و محیط و یک کشور روان نکردیم، تو در حقیقت برای تمام جهانیان ذریعه رحمت هستی. و قرآن پیامش عالمی هست، هدی للناس، هدایت کننده برای تمام جهانیان، چون دیگه نبی و پیامبر ظهور نمی کنه. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی علیه السلام می فرمه من در سلسله بعثت انبیا آخرین نبی و پیامبر هستم، تا قیامت دیگه نبی و پیامبر نمیه. کنتم خیر امت، اشاره به ما شما بهترین تمام امت هستین. سر امت های گذشته داخل شدن به جنت حرام است که تا امت نبی علیه السلام داخل نشد. چرا؟ اخرجت للناس، مثل که پیامبر جهانی بود امتش هم جهانی هست، چون نبی علیه السلام در امر رسالت امت با خود همکار ساخت. نبی علیه السلام موقعی که رحلت کرد اسلام صرف در جزیره عرب بود، امتی هاش بود که دین اسلام تا به جنوب فرانسه رساند. پس پیام اسلام جهانی هست. پیام اسلام چی است برادر؟ جهانی هست. و شما خصوصیت شریعت اسلامی را طبعا خواندین. اولین خصوصیت شریعت اسلامی ربانی هست، دومین خصوصیتش جهانی هست. این شریعت برای تمام جهانیان هست. به هر صورت پیشتر ما شما اشاره کردیم که مظروف زمین، حاکمیت و قیادت زمین یا حق هست که از اسلام است، مثل که 13 قرن مسلمان ها حاکمیت داشت. برادر اگر حق نفی شد طبعا جایش باطل میگیره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم به خاطر تشکیل نظام جهانی قیادت بسیار پخته را تربیت کرد. ما شما حیات نبی علیه السلام به دو بخش تقسیم میکنیم، زندگی مکی و زندگی مدنی. بعض برادرها خواب است، یکمه که خدا تکان بتون برادر، این وقت خواب نیست. 13 سال مکمل جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم صرف بالای قلب‌های صحابه کرام مهنت کرد تا ای که قلب هر صحابی عظمت ذات پروردگار شد. قلب هر صحابی خانه عظمت ذات الله جل جلاله. و بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قیادت بسیار پخته را تربیت کرد. الله جل جلاله در سوره فتح این قیادت معرفی میکنه، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم رهبر تمام مسلمانای جهان، رهبر تمام امت هست. بعدن شورای قیادی را از ذات پروردگار معرفی میکنه، والذین معه، کسایی که با پیامبر خدا به خاطر یک هدف شانه به شانه حرکت میکردن، اشداء علی الکفار، در مقابل کفار بسیار شدید بودن. هیچ وقت به اندازه 1 میلی برادر از او هدف انحراف نمیکرد. رحماء بینهم، بین خود بسیار مهربان بودن. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. به هر صورت ببینید برادرای عزیز، بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم
به مدینه منوره هجرت کرد، شریعت خدا تکمیل شد. و شما یک روز صحبت کردیم که بالاخره هر صحابی من حیث قائد، چرا پیامبر خدا معرفی میکنه اصحابی که نجوم، ای صحابه کرامیم هر یکیش مثل ستاره درخشان آسمان هست. فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. هر صحابی مرا که شما به حیث رهبر انتخاب بکنین، سرانجام شما را به سرمنزل مقصود میرسانه. شعار هر صحابی چی بود؟ یا ایها الناس، ای جهانیان، کونوا مثلنا، بین مثل ما ورشین. قیادت بسیار پخته، رهبری بسیار پخته. امیر و حما و بینهم، اما برتان یک مثال میتم. در غزوه یرموک بسیار مثال مشهور است. یک تن از صحابی حکایت میکنه: ما مشکیزه آب حمل میکردم، میخواستم برای زخمی ها آب بتم. ناگهان به یاد بچه کاکایم افتادم که آیا در جمله شهداست یا در جمله زخمی هاست. یک وقت در بین زخمی ها متوجه شدم که یک مجاهد آه کشید و طرف من متوجه شد. دیدم بچه کاکایم است. یکی خوب برادر در حالت زخمی شدن، خون از وجود مسلمان که جاری میشه، یک پار از ما شما خوبتر میفهمین که چقدر گلوکوز و مواد قندی ضایع میشه و احساس تشنگی میکنه. گرمی هم بسیار شدید هست. یک وقت از حضرت علی کرم الله وجهه پرسان کردن که شما نبی علیه السلام چقدر دوست داشتین؟ گفت والله ما نبی علیه السلام به اندازه دوست داشتیم مثل که یک مرد زخمی در میدان جهاد و کارزار خون ضایع کرده باشه و گرمی هم بسیار شدید باشه. برای مرد آب چقدر محبوب است. والله ما پیامبر خدا را از آب کده هم زیادتر دوست داشتیم. خب این مرد مجاهد میگه موقعی که من آب برای بچه کاکایم نزدیک کردم، نظر الیه اکرمه، حضرت اکرمه صاحب آه کشید و به طرف آب متوجه شد. بچه کاکایم گفت ادفعه الی اکرمه، یا آب برای اکرمه بده من نمیخوام. موقعی که من آب برای اکرمه پیش کردم، یک صحابی دیگه به نام عیاش آه کشید و صرف طرف آب متوجه شد. بسیار مؤدبانه نوبت گرفت، ولی حضرت اکرمه گفت ادفعه الی عیاش، یا آب من نمیخوام. وقتی آب برای حضرت عیاش نزدیک کرده بودم، فقط استشهد، او به شهادت رسیده بود. آب پس برای حضرت اکرمه بود، او هم شهید شده بود. آب برای بچه کاکایم پیش کن، او هم شهید شده بود. ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. این سیاست اسلام هست. سیاست انبیا چی بود؟ ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. مثل شمواره هر نبی و هر پیامبر درخشید. نبی علیه السلام قیادت را که تشکیل کرد مثل شمواره، بالاخره خودش سوخت ولی بر دیگران راه نشان داد. رحما و بینهم، بین خود بسیار مهربان بودند. ولی قیادت های ساختگی و نابالغ امروز شما میبینید که یکی با دیگه سر دشمنی را گرفته و همراه یهود و نصارا بسیار خوش هست. امروز مسلمان به نام القاعده، مسلمان به نام طالب، مسلمان به نام مجاهد، مسلمان به نام مفکر از طرف استعمار توسط اینمی قیادت های کاذب و تقلبی سرکوب میشه. خداوند جل جلاله برای جهان اسلام اتو یک قیادت مشابه به قیادت صحابه کرام و صلاح الدین ایوبی را نصیب بکنه. برادرای عزیز و نهایت گرامی، این نمونی بود که ما برای شما از امو قیادت هایی که توسط مجاهده پیامبر گرامی تشکیل شده بود برتان اشاره کردم. استعمار با چهره کثیفش ظهور کرد. نظام خلافت به نسبت ضعف مسلمان از بین رفت. بالاخره یک نظام، یک کشور به 44 کشور تقسیم شد و در 44 کشور استعمار قیادت های ساختگی را اوجا مقرر ساخت. خب
هدف از تشکیل قیادت‌های تقلبی و ساختگی چی هست؟ استعمار برادر نمیتونه وقتی یک کشور مستعمره بگیره یک انگلیس یا یک ایتالوی یا یک امریکایی رو وجه حاکم بسازه. ما شما خود گفتیم جنگ فکری جنگ گرم نیست. در میدان کارزار، در میدان جنگ فیزیکی، تمام طبقات یک جامعه وقت متوجه جنگ باشه در آخر میفهمه که دست کدام طرف بلند شد، همه رو میفهمه، ولی در جنگ فکری نمیفهمه تا ای که سرانجام باز میفهمه. امی تشکیل قیادت های ساختگی یک نفر از امو کشور، مثلا ترکی، حفیظ لامین و امثالش، امروز ما شما پیشتر ذکرش کردیم، این بخاطر است که استعمار امی نظام دست نشانده خود توسط امی افراد مشروعیت ببخشه تا تمام مردمی نظام قبول بکنن. انشالله راجع به قیادت تقلبی خو فهمیدین، درسای ما بسیار طولانی هست. به هر صورت دومین وسیله یهود و نصارا تخریب سنگر عقیدتی مسلمان هست. تخریب سنگر عقیدتی مسلمان. معمولا ما شما یک مثال میتیم، این مثال ها که زیاد تکرار شود ذهن نشین میشه. بیشترم خدمت شما عرض کردم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در 13 سال مبارزه در مکه معظمه صرف سنگر عقیده مسلمان کانکریت ساخت. سنگر عقیدتی مسلمان. یک واقعه بلای حذافه سا برتان بیان میکنم که همه تا نوجوان هستیم. ببینین سنگر عقیدتی حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه، موقعی که در دوران خلافت حضرت عمر رضی عنه حضرت عبدالله بن حذافه میره به طرف حاکمیت روم شرقی. وقت بر قیصر وقت دعوت میته، او برش میگه که ما دعوت شما را نمیپذیرم، تو باید دعوت مرا قبول کنی، ولی اگر تو مسیحی شوی ما حاضر هستم که برای توی 3 امتیاز بتم. تو را در حکومت خود شامل می سازم و نیم سرمایه شخصی را به تو می بخشم و ما حاضر هستم که تو را داماد خود بسازم. حضرت عبدالله این هم امتیازات نفی میکنه و برش میگه که اگر تو مسیحیت قبول نمی کنی ما تو را به شدیدترین جزا میرسانم. او برش میگه این هم امتیازات به تو مبارک باشه، من برای 1 ثانیه مسیحی شدن آماده نیستم. قیصر وقت بالاخره حکم میکنه که در 2 بیلر تیل پرتین و او را داغ بکنین. موقعی که تیل داغ آمد 2 تن از صحابی را در بینش پرتین و یقینا امت شد. 2 تا صحابه کرام انداختن، خون و گوشت و ریمشان هم کباب شد. در این موقع یک اشک از چشم حضرت عبدالله بن حذافه صاحب آمد. او قیصر برش گفت که این مشاهده یقینا بسیار تلخ بود، تو حاضر استی که مسیحی شوی؟ گفت نه خیر. گفت خیر چرا اشک از چشمت ریخت؟ گفت اشک به خاطر از چشمم ریخت که من یک روح دارم در جسدم، شاید امی لحظه او برای ای کاش در وجود من با تناسب موهای وجودم روح می بود که هر مرتبه در راه پروردگار اما تو تیل داغ می شدم، زنده می شدم، شهید می شدم، زنده می شدم. یک روح هست می برای. و قیصر فکر کرد که حالا بسیار مرد غیرتی هست. گویا پیشانی مرا ماچ که تو را خلاص می کن. این خودش در یادداشت‌های خود نوشته میکنه که ما گفتم که اگر مرا به خلاص کنه رفیقای دیگه به شهادت برسه، این هم ناجوانی هست. ما گفتم تنها مرا خلاص میگی که کل رفیقای ما؟ گفت نه کل رفیقای ده. بالاخره برای حضرت عمر سمیه که قسم به ذات خداست که من پیشانی و خبیثه ماچ نکردم، ما در پیشانیش تف انداختم ولی تو احساس کرد که از پیشانی ما بوسه گرفت. برادری هست نمونه ایمان صحابه کرام. نبی کریم صلی الله علیه و سلم 13 سال مکمل ایمان صحابه کرام بالاخره کانکریت ساخت
و سنگر عقیدتی مسلمان پخته شد. بالاخره در مدینه منوره بالاخره شریعت به پای کمال رسید. موقعی که برادر استعمار ظهور کرد، وزارت مستعمرات انگلیس یک شورای اضطراری را دایر کردند. این صحبت ما شما غالبا تکرار هم از خلاص خدمت شما عرض میکنم. بالاخره در اجندای شورا اولین شماریشی بود که موقتا مسلمان ها قیادت خود از دست دادن، ولی ملت بیدار و هوشیار و مؤمن هست. اگر ملت به می حالتش بانه امت اسلامی شاید تو قیادت های مشابه به صلاح الدین ایوبی یعنی ظاهر شود، باز خلافت اعاده میشه، باز عزت مسلمان های اعاده میشه. چی باید کرد؟ این شورا جریان داشت، یک انگلیس دست خود بایی بلند کرد. طبعا ما شما یک حرکت به نام استشراق میخوانیم. این مرد مستشرق بود. مستشرقین اونمو گروه است که اسلام بسیار عمیق مطالعه کرده و از اسلام و شرق بسیار مطالعه عمیق داره. او در این صحبت برش گفت موقعی که حضرت عبدالله ابن رواحه صاحب به شهادت می رسید و اولین شمشیری که به قلبش ثابت کرد طرف خانه کعبه اشاره کرد و گفت فزت برب الکعبه، قسم به مالک خانه کعبه که من کامیاب شدم. این جمله از کجا منشأ میگیره؟ حضرت عبدالله ابن رواحه 4 خانم داشت. شاید امو لحظه چهره زیبای خانم هایش پیش روش تصویر شده باشه، چهره های اولاد نازنینش مثل یک یتیم وار مجسم شده باشه. ظاهرا مال و حال همش به میراث رفت، غلام ها همه میراث شدن، ولی از مشاهده متاثر نشد. یک جمله گفت فزت ورب الکعبه، یعنی چی؟ در شهادت سعادت فکر میکرد. این داستان اونجا یادآوری شد. خب چطوری عبدالله ابن رواحه چطور تربیت شده بود؟ در محیط ایمانساز، در محیط ایمانساز. بیا که محیط برای مسلمان ایمانسوز بسازیم. چی باید کرد؟ باید فرهنگ غرب سر امت اسلامی تحمیل شود و امت اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب واقع شود. برادر درس ما شما تا میجره کفایت میکنه. جمعه آینده انشاءالله درس خود ادامه میتیم.